حتی اینکه این شیشه میاد اینجا میتونه تبدیل بشه به یک همچین صفحه چوبی و این صفحه چوبی، حالا من این فریم ها رو اینجا مجددا یه کاری باش انجام بدم. حالا این صفحه چوبی میتونه تایلاش به صورت عمودی باشه یا به صورت افقی. من حالا به صورت عمودی به خاطر اینکه گرافیکی که اینجا ایجاد کردم یه همچین گرافیکیه، سعی میکنم با کشیدن یک سری همچین خطوطایی یک تایل از الوارها رو رسم بکنم. بعد با کشیدن یک ضخامت ضخیم‌تر، خطی با ضخامت ضخیم‌تر، سعی می‌کنم این فضا رو بهتر به چشم بیارم. حالا این فضا که ایجاد کردیم میتونه با استفاده از یه همچین خطی یکم بره پایین‌تر و فضا خودش رو خیلی بهتر نشون بده. یعنی اینکه اینجا مثل یک بالکن عمل میکنه، مثلا یک کسی وایساده اینجا، بغلی هم اینجاست و یه همچین فضایی رو ایجاد کرده. میتونه یه همچین فضایی باشه، این تیکه یکم با این فضا درگیر بشه. یعنی ببینید اوورلپ شدن اینجوری خیلی بهتر نشون بده. بحث دیگه ای که در این مورد میتونم عرض بکنم، حالا میتونم یه همچین فضایی رو من مجددا کسر بکنم از این یکم ببرم داخل و یه فضای اینجوری میانتویی ایجاد بکنم. اصلا اجازه بدم این فضایی که اینجوری کوریب اومده بود همینجوری ادامه پیدا بکنه اینجا اینجوری. و یه همچین مثلا درختی هم اینجا بزنه بیرون. حالا یه ایده است، حالا پیشنهاد. میتونید از ورودی‌هایی استفاده کنید که توی کارهای حالا معمارای مشهور هست، اونا رو نگاه کنین، کپی کنین، اصلا هیچ اشکالی نداره. بعضی وقتا اگر کپیتون خیلی عاقلانه باشه خیلی بهتر از اینه که بیاین یه کار خیلی چیپ و بی‌ارزشی انجام بدین. اما سعی کنین اگر کپی کردین یا ریفرنس بدین کپیتون رو، ببین که از کجا برداشتین. حتما این مثلا من این در و این پنجره رو از کار فلانی برداشتم. هم طراح اسمش نمیره زیر سوال، هم شما ارج و قربتون میره بالاتر. یعنی آقا ببینین آدم با معلوماتیه، میدونه که وقتی هم داره یه کاری رو از یکی ایده میگیره یا حالا یکم شاید لفظش بد باشه کپی میکنه، باید این ریفرنس رو بده و بگه که بله من مثلا این سازه رو، این روش برخورد با کار رو اینجا دیده بودم. من مثلا میام با استفاده از حرف تی یه ساختاری رو اینجوری ایجاد میکنم که انگار یک نقش زینتی داره و میتونم یه فضایی رو ایجاد بکنم که نشون دهنده تایل‌بندی‌های بتونه. میتونه بعضی جاها فضایی که دارین طرح میکنین یه همچین اتفاقی بیفته که هم بره داخل و تبدیل بشه به یه همچین فعالیت. اینم حرکتیه و میتونه انجام بشه. یعنی تغییر بافته. تغییر بافت در جزئیات خیلی تاثیر میذاره، اما به شرط اینکه آگاهانه باشه و گفتم یه بدونین که دارین چیکار میکنین. اینجوری الکی یه چیزی رو نندازین اینجا. پس این دیگه چند تا مؤلفه رو ما به عنوان جزئیات میتونیم ازش اسم ببریم. سازه هاست، مثلا این به عنوان سازه، این سطح به عنوان سازه است که سازه چطوری خم شده، چطوری اومده خودش رو نشون داده، یا همچین چیزی که سازه اومده اینجا به صورت اوریب شده. من تیکر کم اگزاجریت تر بکشم بهتره.
تغییر متریال هستش که این هم یک ساختاریه. پاسخ به موازین اقلیمه که میتونه در خود همین سازه فرم و تغییر متریال ریشه داشته باشه. امکان داره بعضی جاها رفتارتون با محیط باشه، مثلا اینجا یک نورگیری رو ایجاد بکنید. این همچین چیز. و حالا هم با اقسام دیگه اشکاله. یکی هم تغییر کاربری هستش که زون ها رو اینجوری ما از هم دیگه جدا میکنیم و با استفاده از همین کار باعث میشیم یه جورایی فضا عوض بشه. اینکه اصلا نشون بدم که اینجا یه چیزی هست، یه چیزی هست و این هم اصلا این خودش هم یه چیزی هست. حالا مونده دیگه به اون بافتی که دارین انجام میدین چه بافتی باشه و بخواین چه عملکردی رو توش انجام بدین. پس طبق معمول چند تا پرسوناژ و یه سایت پلان خیلی جزئی و اینا میتونه باعث بشه که کار خودش رو خیلی بهتر نشون بده.